ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. имрӯз сана 3 апрели соли 2026 аст. мо ра сипор гардидем ба ҷониби дараи Ҳафткӯл. дараи Ҳафткӯл дар ҷамоати деҳоти Шинг қарор дорад. ҷамоати деҳоти Шинг тобеъ ба шаҳри Панҷакент, вилояти Суғ, ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. санаи 4 апрели соли 2026 дар ин дара дар минтақаи Кӯли Чорум як бозии бузкашии калон баргузор аз ҳамин минтақа ду роҳ ҷудо мешавад. яке ҷониби тарафи Моғиону Фаробу деҳаи Сор, дигар тараф тарафи дараи Ҳафткӯл, ҷамоати деҳоти Шинг. имрӯз мо раҳсипор мегардем ба тарафи ҷамоати деҳоти Шинг, тарафи Ҳафткӯл. Чорум кӯл аст, пагоҳ санаи чорум бозии бузкашӣ аст. бинед ҳаминҷо дуоба мегӯянд, яке об аз ҷониби боло мебояд. اینجا کارکار کرده شده ایستادن و همین خاطر آب لای است. طرفی افکار باران میبارد، برف می سنگ می ژاله می آبش همه وقت همه خیلی صاف و پاکیزه است. رفته تکه های الاغی در دوابه انتظار. ما به این دره امروز با 3 مقصد روان هستیم. یکی با مقصد مهمانی، دوم با مقصد سیاحت و سوم برای نوارگیری بازی بزکشی. میخواهیم برای شما کادرها و نوارهای جالب و دیدنی پیشکش نماییم. از ما خدمت، از شما دستگیری. نوار را حتما پدیلیت کنید و نواری بازی بزکشی را انتظار شوید. حتما یک کامنتاری خوب کنید و ما از این روح و الهامی تازه گرفته برای شما خوبتر و بهتر خدمت خواهیم کرد. در جماعت دهات شینگ 16 دهه قرار دارد. دهه ها از قبیل باغچه، بادگاه و غشتان، غیژدروا، زمچورراها، نوفین، پدرود، پنی، راز، رشنه پایان، راودین، سری سنگپول، سای مرغزار، هفت رود، هوشیار و شینگ. از مرکز شهر پنجکент تا با مرکز جماعت 40 کیلومتر را تشکیل میده و تا با آخرین دهه دره هفتکول 72 تا 75 کیلومتر را در بر میگیرد. дараи Ҳафткӯл дорои табиатҳои нотакрор буда, аз 4 гӯшаву канори ҷумҳурӣ ва курраи замин ба ин ҷо барои саёҳат ва тамошо ва барои истироҳат меоянд. назди арбоби ҳунар مایه ایمان ادب است. نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست. فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. یک دو روزی که در این ملک جهان مهمانی، یک دو روزی که در این ملک جهان مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست. عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است.
عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است. چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را، چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را. آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. رفت پسر پندی پدر گوش بکن هر شب و روز. رفت پسر پندی پدر گوش بکن هر شب و روز. دولت و ثروت و تاجی سر مردان ادب است. شمسی تبریزی بکن ذکری خدای ملکوت. شمسی تبریزی بکن ذکری خدای ملکوت. نغمه پردازی این مرغی خوش الهام ادب است. شما کشخانات آنیجه بی نغمه پردازی این مرغی خوش الهام ادب است. نزدی اربابی هنر مایه ایمان ادب است. فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. امروز کسی محرمی اسرار کسی نیست. امروز کسی محرمی اسرار کسی نیست. ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. هر مرد شتردار اویسی قرنی نیست. هر شیشه گل رنگ حقیقی یمنی نیست. هر مرد شتردار اویسی قرنی نیست. هر شیشه گل رنگ حقیقی یمنی نیست. هر سنگی گله گوهری نایاب نگرده. هر احمد و محمود رسولی
مدنی نیست بر مرده دلان پنمده خشم یازار زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست بر مرده دلان پنمده خشم یازار زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست با مرد خدا پنجه افکن چون نمره این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت خندیدنی جلاد ز شیرین سخنی نیست جایی که برادر به برادر نکند رحم بیگانه برای تو برادر شدنی نیست صد بار اگر دای به طفلی تو دهد شیر صد بار اگر دای به طفلی تو دهد شیر غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست امروز کسی محرمی اسرار کسی نیست ما تجربه کرده کسی یار کسی نیست حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه گفت یا آب است یا خاک است یا پروانه گفتمش احوال عمرم را بگو این عمر چیست گفتمش یا بالابون اسبتون نزند با ایلانتوری نباشد میگم با چشمو نزنده کارتون آسیا کنم الان نزنده نترسیده چوچکه بالابون کارتون آسیا تیم کجا رفتن اون دا پایان اون دا پایانو ما قوشخونی رو میریم خا کارتون ام بولانگی قشلاق می ممکن بریم ممکن است مسئله سر تو هم شما اپاس نی بخدا شما اسب جام خوردگی شتگی تده است مورک شد همتونیو معرکه وقتی کنی مهموناتون
هم بچه های سرخانه سلام دیدم اونا پناه بخدا میوزار خود آمده خب از نو گیرید دکنه جهان جام و اجل ساقی غلط مای خلایق بادنوشی صحبتی وی خلاصی نیست اصلا هیچ کس رو از این جام و از این ساقی از این میدون مچه سلامت باشه. یکی با باور کنه ثواب گرفتید همین طرف همه مهمان و میزبان و خرسندگی تو باز گفتن. میمون نروزی؟ نه نگفتم میگم. زنده باشه. سوجا؟ رحمت بیجام. زنده باشه. زنده باشه. شما همین شما چی میگوید؟ سرحد دوستی کننده مردم ها. برکه. بابا گلومی دیگه. زنده باشه. سلامت باشه. زنده باشه. شما دید. رحمت. اگه کوهستان است. چه خفیف نکار نیست. این نگه بزرگا کوهستان برام نه اینا خفیف نکار نیست. زنده باشه. تمام. این چهار ما این چه کنیم؟ برادر عزیز من سالم ها همش آورده اینجا قطار کرده از من از کمتر روشنایی چک کنم. так من اشترا یک تا یعنی این دو تا و توف پوف نکنی گوریسی همه یا یعنی سه تا آز یکو این چهار تا این گنه کلام دست کنین توف پوف نکند گوریسی یا فخص کرم جا چند شد؟ یک دو سه چهار پنج شش تا اشتر اینم گریت خدا خواهد خیلی اسبای وای می تختگی این قیران جانور من این انقره اگه خطا نکنم به فکرم ها انقره یک این جانور روز میبینیم کنی شناس میشه کنی او اتلا وایش من این اخیلیس بود است اونجا به فکرم اسبی عظمت شمسیف این رخش من این دو پورتر خالدینیک استرالین ماشینا گلیموی قیمت از شرکتی یک من دقیقاً 20 گلیم بورینه راسو گلیم دست استرالین ماشینا گیم اینجا رسمی برف داره چی باشد یخدان بود است من کاندیشنر گفتم یخدان دو پورتر نه اشتراکو مرحمت کنیتون پگه بیایتون صاحبی همین سالم شویتون حاج رحمقل گفتن که همیشه میدان بپرتیم زورش گیرد کنی پگه بازی خداخواه یک بازی کلان شده میگذرد خیلی اسب و پورتر اومد نکی حاضر دو پورتر سالم موشش کنی موشش میشه با سر پورتر بدم موشه ها تکه بکشیده اولا جا دارد و آدم رفت کو ترک بیرون رفتم کو خونی من این وای بوینی بالا این اگه چطور میشه همه جو خونسو آدم تکی حال خود دوباره کش جهان پالون خصابی کروزین شما رازمرش ویش خودتون تیغر میکنید می یا شاگردا بمی کام نیست نیک شما مالدیس بخدا Ister ma poštovati, nam bine tako. Ano dedim şans ziyad garabaş. Bu şans yak şu. Şans yak toğri. Şans yak doğru. Ne toğri ne vapşin? شاست یک شاست دو دیگه صبح بخیر نوفین زنده باشید مدا عین اشتر بار کنی اما کم تکاوی ریمون کروزین حال عمرم را بگو این عمر چیست گفت یا برق است یا باد است یا افسانه ای گفت یا برق است یا باد است یا افسانه ای
گفتمش اینها که میبینی چرا دل بستم گفتمش اینها که میبینی چرا دل بستم گفت یا خوابم یا مستم یا دیوانه گفت یا خوابم یا مستم یا دیوانه گفتمش احوال جانم را پس از مردن بگو های های دادم گفتمش احوال جانم را پس از مردن بگو گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه گفت یا آب است یا خاک است یا افسانه